تو این ویدیو همراه من باش. میخوام چند تا چربی سوز خوب بهت معرفی کنم. سلام به چنل یوتیوب من، خوشی اومدین. بریم سر مبحث امروز. فقط لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. دمنوش ها از دو طریق باعث چربی سوزی میشن. دسته اول اونایی که افزایش دهنده متابولیسم و سوخت و ساز بدنن، مثل چای سبز، چای بابونه، چای لیمو، چای دارچین، چای زنجبیل و چای ماچا، که در مورد چای ماچا و چای زنجبیل تو ویدیو قبلی براتون صحبت کردم. اگر ندیدین تو دیسکریپشن براتون میذارم، حتما ببینید. دسته دوم اونایی که از طریق کاهش اشتها باعث میشن که چربی سوزی اتفاق بیفته و ما لاغر بشیم، مثل چای ریبوس، چای ترش، مجدد زنجبیل و دارچین و دمنوش رزماری. پس زنجبیل و دارچین هم از طریق افزایش متابولیسم هم از طریق کاهش اشتها میتونن باعث چربی سوزی و لاغری بشن. برای همین هم هست که متخصصین تغذیه میگن شما در وعده غذایی که ماست استفاده میکنید حتما داخل زنجبیل یا دارچین بریزید که باعث کاهش اشتهاتون بشه و پرخوری نداشته باشید. ممنون که تا اینجا همراه من بودین. تو ویدیوی بعدی میبینمتون.